بدانید غیر از خداوند هیچ دوستی نخواهید داشت و کسی شما را یاری نخواهد کرد. مثل کسانی که چیزهای دیگری را به جای خداوند تکیه‌گاه و دوست خود برمیگزینند مثل عنکبوت است که سرپناهی سست اختیار کرده است. بدانید سست‌ترین خانه‌ها خانه عنکبوت است. کاش این نکته را درک می‌کردند. آیا نمی‌دانی که فرمانروایی مطلق آسمان‌ها و زمین با خداست و شما را هیچ یار و یاور و پناهگاهی بجز خدا نیست؟ همان خدایی که بخشاینده گناهان است، توبه پذیر است، دارای عقوبت سخت است، صاحب کرم و نعمت است. هیچ معبودی جز او نیست و سرنوشت همه به سوی او ختم می شود.